با او ضرر رساندن نمیتوانی. میگه مایلش آدمی که مردن میخوری. یا کنان از این خانه میرود یا سلی را اینجا میبرانم. طاقت تو سلی. تمام دخترم تمام، همش گذشت. همه این یک بازی بود. چی؟ بازی بود؟ چی خیلی بازی بود؟ اینجا چی گپ است؟ آرام باش دخترم، آرام، همشو میفهمانم. با جدا ماندن شما دیگر طاقت نمی کردم، چون آقای کنان این خیلی یک بازی ترتیب دیم گفت، من طاقت نکرده قبول کردم. خدایا بابا جان شما چرا چنین کارو کردید؟ چی خیلی؟ زورا دخترم، بسیار فکر کردم اما من دیگر امکانی نداشتم. من میخواستم که یک بار دیگر دوست داشتن یک دیگرتان را بینید. بین همه دید دامولازیا از جانشم تو را زیادتر دوست می‌دارد. این داخل پر از آدمان سلادار است. من گفته بودم که کنان آدمی خوب نیست. من اکنون چیکار میکنم؟ خانم سلین در داخل است. عجبا پلیس رو جیغ زنم. سفسطه نگوی خودت پلیس هستی. یا که ممسا رو جیغ زنم. نه حیاتی خانم سلین مهم است. در حقیقت بازی بسیار هم نالازم بود. این به شما زیبانده نبود آقای اکرم. من فکر کردم که سرش در بلا است، از همین سبب کمک کردم. به جای این یگان کسی دیگر می بود عیناً همین کار رو میکردم. یعنی از دوست داشتن نمیرتان نه، از دو سر من دوستش نمیدارم. برای من این فاتحه تمام شده است. با خبر باشه. شب خوش. سیاه دستم بالا، نجوم بگی بپرانم. دستم بالا. تو چی کار میکنی؟ خانم سلین برای شما رو خلاص کردن آمدم. آیسته با پشتم بریده را اکتفان بکن. در قفای ما ایست، در قفای ما ایست. آی آدم، چل نجات دادن. تو چی سفسطه گفته ایستاده ای؟ اینها مهمانانی من هستند. مهمانان شما؟ بله. تو در اینجا چی میکنی ها؟ از دو سر عصبایم ویران است. بابی اکرم، من با خانم سلین گفتنی بودم که با این آدم در یک جا بودنش خطرناک است. کنان دیوانه است، چون که معلوم تمام محله اینه دیوانه میگن. تو خودت را کی میپنداری؟ هم به خانم زدن میدرایی، هم میمانهایم را حقارت میکنی. تو کیستی؟ بابی اکرم مرا نشناخته؟ من لیویتم. من یاردمچی داماد شما هستم. یا که عینکاتون خیره شدن. منم لیوین. زود نابود شو از اینجا. دفع شو. آقای کانون خفه نشدید. این احمق چی گفتنش رو نمیداند. من با اینجا تنها با خانم سلین برای یاردم دادن آمدم. من نیتی بد نداشتم. این حالا هم گپ زده ایستاده است. برو از اینجا. دفع شو میگویم. خود من رفتنی بودم. زود دفع شو از اینجا. چارچشمه رو بکن از اینجا. زود باش. صف.
زهرا جان بسیار حیران شدم، باورم نمیآید. آدم در پیشم جانش رو فدا کرد. این آدم انیق تو رو دوست می‌دارد. از شخ شدن برا سلین جون، وقتی رفتنش گفته هایشان نشنیدی مگر؟ دروغ میگوید. برای کسی نباشد عیناً همین طور میکرده است. این دو رفته بیگون بفهماند. تمام شد سلین، تمام. از این راه گرداندن داملازیا امکان پذیر است. ما جدا شدیم. نه، نباید این خیل شود. شما باید جدا نشوید و این اجازت نمیدهد. کی باشد این؟ اگر با زهرا جدا شوی داملای ساخته بودنت رو با همه میگویم. با کیلا سیمو چی شده باشد؟ ایتا دومش رو پرت افته سب سفید شده است؟ یا بوجت ده خواب دیدی؟ دعوتش میکرد یا چای می نوشیدیم مخی؟ اینا درش کف ما نه چای خواه نه شکره بابونه هم میخریدیم یکی. شوکت خب کن. برادر شوخی کردم، آدم شوخی رو میبردارد اخیر. گوش کن، حالا وقت شوخی نیست. چی شده است؟ انا بین. اگر از زهرا جدا شوی به همه داملای ساخته بودنت رو میگویم. چی؟ وای برادر ما یک لحظه دامولا ساخته بودنت رو هیچ کس نمیدوند اخیر. ما اشکار نکردیم. به خدا من به یگان کس نگفتم باور کن کیل است. اما این کسی که است نیتی خوب دارد. ببین با زورا یک جا شدنت را میخواهد. میبینی؟ شوکت از برای خدا خب کن. خیلی چیکار کنیم برادر؟ مجبوریم که گریزیم ها؟ با کجا میگریزیم؟ نو خواهرم رو یافتم، من به هیچ کجا نمیروم. چیکار میکنیم؟ من باید زود روم. با کجا؟ با کجا میشد؟ با زهرا برای وقتی کردیم. تو میدانی ساعت چند شده است در این وقت شب؟ با خدا شوکت هر ثانیه گذشته بر ضد من شده ایستاده است. پگو میرفتیم به عقل چی؟ نه من میروم. کیل است؟ نه الکای باوری دارم. داملازیا انیق به تو عاشق است. آخر ندیدی چه خیلی دوست میدارم گفت. سلین، برای اون آدمان سلاح دار شده این خیل گفت. به تو گپ ندارم زورو. آخر آدم برای تو رو دوست داشتم باز چی کار کنده؟ ها؟ ندیدی تو رو چه خیلی حمایه کرد؟ به خاطر بیار تو رو بسته دیده چه خیلی رشک کرده؟ هیچ پروایی ندارم سلین. هرچی نشود با داملازیا ازدواج ساخته نمیکنم. پگاه سحر رفته به بابیم همش رو میفهمونم. هیچ کل کرده ایستاده. مرا سرده. سر نمیدیم به هیچ کجا نمیرویم. مرا سرده شوکت. نه سر نمیدیم گفتم. با این حال به هیچ کجا نمیرویم. سر مایلش سرده. تو هم راست میگویی. حاضر من با این حال روم زهرا میفهمد که او رو دوست میدارم. دیگر هیچ برایم نگاه نمیکنه. برادری فکر خوب اینه که در پاچیکت تا پچیک است. با گفتی میسینو دمشنیک است. پرستید نشایی بشه؟ من با کفش‌های خانگی برآمدم. کفش نه تپچکه. مایلش با خانم درویم رفتیم. بیا. به خدا عجیب بودم این کیله سروسی من نشه دیگه. اجری
این خیلی به آواز و به صدا چه خیلی با من نزدیک میشوی ها؟ حتی اگنت هنگام کارش از تو بیشتر صدا میبرد. استاد اگر تمام کرده باشد سوالم را پرسم. تمام بپرس. استاد ریو چی معنی دارد؟ ریو درویگی هجری ریو در حرکت های انسان خود نشاندهی رو میگوید. فهمیدی؟ یعنی عبادتهایش رو برای رازگی خدا نیو برای نشاندهی کردن میگوید. ساختکاری میکند. پد نکن ساختکاری اساسی چی؟ نفهمیدم. چرا نفهمیدی؟ حالا هم خودت رو به نادانی میزنی. آدمی بیشرم ما را چه خیل فریب دادی؟ ریاکار، ساختکار. حیف بر تو باد ساختکار. یک لحظه خدا شکر. دامولو شنیده هایم راست است؟ متاسفانه راست است خواهرم راست. شما چی ها گفته ایستاده؟ تو شرم نمیداری ها؟ سالا رو در سرت موندی و باز با مقابل ما برآمده گپ میزنی. شما چی ها گفته ایستاده اید؟ عیب است آخه. همش تو همینجا بوده از ساختکاری احمق. همولای ساخته بعد از 70 اخیر؟ مردم تمام. ممکن است که دامولو زیاد دامولو حقیقی نباشد. تمام. همه شما وقت بود که ملا کیرمک ملا شلنگ دامولو میگفتین کو بلالزار ای خاطرتون برآمده برادر نورانی مرا که از رویش نور میبارد چشم دیدن نداره. های بود بر شما. این چی گفته ایستاده؟ نمیدونم. بالا زنت رو شل کرد. دامولای ساختکار. این هم از قطار همین ساختکار است. چرا انتظار بوده ده؟ تو بر تو حیفت باد. تو از خدا نمیترسی ها؟ یک لحظه ایستید. دستگیرش کنید. اره این دامولای ساخته است. زود دستگیرش کنید. یک لحظه ایستید. دامولو از شما یک سوال پرسم. یک لحظه این پسر با من سوال دارد آخر. این کس دامولا نه. دامولا منم. هجری سوالات رو از من بپرس. از من بپرس. از من؟ ایوه با من سوال داد. از من بپرس. آی دامولای حقیقی منم. از من بپرس. از من بپرس سوالات رو. از من بپرس. از من بپرس. یک لحظه ایستید. بیشتر از من پرسیده ایستاده. هجری بپرس. ای برادر دامولای حقیقی منم. از من بپرس. از من بپرس هجری. زودتر بپرس. هجری این خیلی التماس کرده از من سوال بپرس. گفتم رو در خوابم دیدم. شر ندار هجری بپرس. زودتر سوالات رو بیا. استاد خداوند چرا سنجاب ها را آفریده است؟ حکمتش در چی باشد؟ سنجاب؟ بله استاد. این چه سوال سفسطه است؟ مدام امام هستم میگوید مرحمت به سوال جواب دید. خدا تا داملا گفتم مردم را خوب فریب بدهی. با سوال این برادر جواب صحیح ده؟ نه شما جواب ده. نه تو جواب ده. جواب دادن نمیتونه. شما جواب ده. شما گردار نکنه جواب ده. شما تو چه خیلی آدم هستی ها؟ تو مگر شرم نمیداری ها؟ تو چه حق داری که آدمانی بیگناه رو فریب بکنی؟ من هیچ کس رو فریب نکردم. خاموش شو ساختکار. بطور محترم پلیس بردین را. شما خطا کرده ایستاده. من همه اشتباه خدا شکر خواب بودشت. دایم داری آدم همان کس می آید. به ناموس در خوابم هم در آمد. کی باشد؟ دامولای ساخته بودنم کی می دانه؟ آخرینش میلش چرا با زهره اولادار شدنم رو می خواهد؟ یعنی کسی هست که از تو قصد داره؟ یعنی تنها مسئله شخصی نیو تو را استفاده میکند؟ تو مگر خوب نیستی؟ این احمق در خوابشان گپ زده ایستاده است. من چیکار کنم را یابم. وای من نکو چیکاری بکنی وای من نکو کی خود رو از دست میدی. شوکت یا خدایا من چیکار میکنم؟ هیچ کار نکن. تو ما رو تشتا بنویز فروختنش تنی من میفروشم سمشه تقسیم میکنیم من باید. چی گفتی؟ چی نگفتم کلاس خیلی یه قطع ما رو تشتا بنویز که بریم سودا کنیم پولی کوارتیر نزدیک اومده. وای وقتی خوب سر این احمق بهتر کار میکرده است.
پول چرکی دست لیکن همی چرک من اونقدر دوست میدارم که خدا تو را نزند. کار و بارت پول است. همیشه درباره پول فکر میکنی. نه رفیق کمادیر، ما خوب نیستیم، با خدمت حربی آماده هستیم. رفیق کمادیر، با اجازت شما من خوب روم. وای، این احمق مو خودش رو حال و هم عسکر فکر دارد. خدمت رو مرد بارین اجرا کن. اطاعت رفیق کمادیر. و کلال بشوم، قهرمان بشوم. با سرود حربی هم گذشت. برخیز بخو عسکر، برخیز با خودت بیا. مانند آدم سلام ده. زهرا دینا شب داملازیا خفه شده؟ غمگین شد؟ بسیار غمگینش کرده. چیزی نگوید و راست میگوید. من به آن احمق نافهم پیروی کرده این کارا کردم. های سر بیفهمی من، سر بیفهم. پدر جان این خیل نگوید، خود رو غمگین نکنید. شما برای آشتی کردن آنها این کار را کردید. نباشد داملازیا را دعوت کرده عذر میپرسیم. همین خیل نیست زهرا؟ بابا جان من هم بعد از صبحانه با شما صحبت کردن میخواهم. گپ میزنیم و از داملازیا عذر میپرسیم بعد گپ میزنیم. بابا جان من هم درباره داملازیا گپ زدن میخواستم. ای وای، انیق جدا شدنشان رو میگوید. چی شد؟ زهرا درباره داملازیا دلو چی گپ میزنن؟ خاطر نشو سمی جان، تو هم به نزدیکی مانندی همه میفهمی. این آدم کجا شد؟ اوف، یا که ورق را نخون. کجا دخترم؟ من باید روم. با شما اشتیایتون. تشکر دخترم. با خدا که همه خیر شو کرد. بیاش خینک کلاس خینه بوده. گفتم که با خدا که من در خوم یگان برگاب نمیزنم. برادر بسیار هم منطقونه گپ میزده ای. با فکر من با تو در وقت خوابت گپ زدن در گاه همو گپا کلاس کی بود؟ از کجا دانم؟ زهرا با بابایش گپ میزند. زود حاضر شو. اگر نهایی داملای سوخته بودنت رو با همه میگویم. اسمس کیه؟ از کجا دانم؟ کسی که ورق رو در پاسی در پرتوخته بود او هست. چیکار میکنی؟ زنگ میزنم. انیق نمیبردوره. راست خاموش کرد. من باید زود روم، نباشد این کار آشکار می شود. برادر بدو که همه رای دست میدی. راست میگویی برادر، باید دویده روم. اما چه بدو اخی؟ دویده ایستادم. دویم دگذر اخی. زورا برات میگیشته هی. سویتافور از فقر نگذری بو. کامیرا را احتیاط که. خوب نشد. استاد یک سوال دارم استاد. دومولو از سوال گرفته شده. استاد سوالم بسیار مهم است. سیجری نمیبینی دویده ایستادم. حالا سوال نپرس وقتی سوال نیست. استاد خیلی دویده سوالم را میپرسم میشود؟ ایجوری درد تو چه هسته پسرم؟ سوال دادم میخواهد دومولو. پسرم تو خواب کن. پدر التماس جواب دهید. اوه مرا پدر نگویی. تو هم سر کردی آخی. من نشک از دهانم برام هست. سوالش را پرس. استاد سوال من همین است که پرس لیکن بعد از اینجا نابود شم. استاد خداوند چرا سنجاب ها را آفریده است؟ حکمت در چی باشد؟ سنجاب. بله استاد. هجری در حقیقت شوخی است. استاد هجری از پس من بیا. داملو برای چی دویده ایستاده باشه؟ نمیدانم اما چون از پسش دویده ایستادن چی گپی هست؟ رفتیم.
برای چی داری ایستادن؟ من فکرم با کسی کمک کردن میخواهم. برای همین باشد ما هم رفتیم. رفتیم نباشد رفتیم. استاد آهسته نرفتیم. بیا از پسشون میرویم. بابا جان میدونید من هیچ گاه کاری نکردم که شما رو رنجانم میدونم، اما انسان بعضا وقتی به کار خوب کردن کوشش میکند، یعنی در اصل زهرا دخترم گپ را تاب نده. بابا جان وای بابا جان من درباره دملوزیو یک گفتنی دارم. آه بلا زند هیچ چیز شنیده نمی شود. عجبا زهرا درباره این دومولو چی می گفته باشد؟ استاد بسیار دویدم و سوالم جواب ندادید. هجری در قفا اینقدر گروه آدمان تو میگوی که سوال پرسم. من آجیلا کار داشتم دویدم، شما چی کار دارید؟ چرا از پسم میدوید؟ استاد خدا چرا سنجاب ها رو آفریده است؟ هجری تو سنجاب پرورش میکنی؟ نه استاد. هر نباشد وقتی که سنجاب پرورش کردی بعد آماده بپرس چرا حالا میپرسی؟ ای رفیقان از برای خدا شما چرا میدوید؟ دومولو فکر کردیم که یکم حادثه شده است. از قفایتون دویدیم. فکر کردیم یکم کس رو نجات دادن میخواهیم. فکر کردیم که یکم حکمت دارد برای همین دویده. برادران آخر هیچ چیز رو نفهمیدم. اگر از قفای آدمی که دویده ایستاده است میدوید، من خودم رو به چکری پرتایم، شما هم میپرته. این خیلی نکنید، آخر اول فهمید بعد دوید. خواهش میکنم پراکنده شوید. دلتیموس بلش دکتر شما رو بزرگ نکردم. بلش روید. یا خدایا هجری من کار دارم باید روم. دخترم چیزی را گفتنی باشی بگو، زود باش. اما وعده دهید که من رو جنگ نمی کنید. تو اول بگو، به من شرط نگذار. بابا جون اگر شما غمگین شوید من بسیار میرنجم، میدونید. وعده دهید که غمگین نمی شوید. زهرا دخترم گوش کن، حالا غضبناک میشم. بگو گوش دارم. زهرا زود بگو، آدم رو عصبی نکن. سمیر چیکار میکنی؟ جای این مصوره ناموافق است. زهرا بابا بایم چی گفت؟ ها من هم آن رو شنیدنیم. ایلش بیا. مرحمت. آقای اکرم رو دیدن آمدم. البته برای تشکر. بابا جون آخر شما بسیار آیله دار شدنی مرا خواستید کو. حتی در این باره مرا بسیار تاکید کردید کو. من آخر به همین خاطر کردم. چی کردی؟ چی کردی زهرا؟ کمی بگو آخر. چی کرده است؟ از کجا دونم چی کرده است؟ چی شد؟ زهرا چی کار کرده؟ اینجا چی گفت؟ گپ زن آخر دخترم. بابا جان من و داملازیو. نه زهرا فاتحه بابای. سلام علیکم. سلام، خوش اومدی داملا. خوش باشید. زهرا جان چی خیال هستی عزیزم؟ ما هم درباره شما گپ زده ایستاده بودیم. از کارهای شدگی عذر پرسیدنی بودیم. نه عذر پرسیدنتان لازم نیست. من هم کمی بسیار مقابلیت نشان دادم، خفه نشوید. در اصل ما ناحرمتی کردیم، نسبت شما به احترامی شد. هیچ گپ نه،
همش گذشت. ما باید به آینده نظر کنیم. یعنی نباشه داماد جدا شوی نیست ها؟ نه نیست. ما با زهرا یکدیگرمان رو دوست می‌داریم. همین خیلی نجونم. بله. زهرا جون انگشترینم رو برمیگردونی؟ برگردونم؟ برمیگردونم اما در برم نیست. بهتر برمیگردونم. فرزندانی عزیز من، دایم همین خیل حیاتی پر از محبت داشته باشید. دایم خرسند باشید. دایم شما را این خیل در خرسندی و شادی دیدن میخواهم. انشالله. ای بلازد. های دامولوی ساخته، های ساخته، شکری خدا آشتی شدم. بله بسیار خوب شده. باز خوشبویی ها را شکیده، لباس های زیبا و برکرده ای کو. باز آقای فروخ با کجا می روی؟ عجبا با کجا؟ جواب ده. البته خاموش میستی. خاموشی چون که گناهگار هستی. مرا گوش کن فروخ. خوردن و نوشیدنت را یک تا به من میفهمونی. فهمیدی؟ یک تا در کجایی که میخوری، چی میخوری، چکی آنها را همه‌اش را به من میاری. فهمیدی؟ نمیدونم به کدام طرف خانه ها میروی، همه‌اش را به من میاری. فهمیدی؟ وقتی که دامولوزیا انگشترین نکاحشون رو به زهرا برگردان، زهرا دیوانه حقیقی شده بود. در گرد دامولوزیا مثل پروانه دور میزد. قربانی اصولهای چمام دامولوزیا. راست میگویی دامولا، زن رو کمتر سخت گرفتن در کار. تو مرا گوش نداری فروخ ها؟ گوش نداری؟ با تو میگویم. فهمیدی گفته هایم رو؟ فهمیدی؟ چرا انگشترینت رو برآوردی؟ با انگشت تنگی کرد. تولین بس است اکنون. تا اینجا تو را ترک میکنم. در بدم زدی تولین. کمتر پس مرا التجا میکنند. برای نرفتنم در زیر پایم میافتند. دامولوزیا، لبای در عوض این کار خوبتان من چی قرض دارم؟ چی؟ خانم زهرا، من دینا شب کمی فکر کردم. یعنی وجدانم کمی عذاب بام داد. وای، آخر من دامولا هستم. انسانی رو مانند آقای اکرم غمگین کردن خوب نیست. باز علاوه بر این به شما وعده داده بودم. همین خیلی؟ بله همین خیلی. اما وقتی که من وعده دادتون رو به خاطرتون آورده بودم مرا پیسه نکرده بودید. ها انا همین خیلی. اکنون دیگر جنگ نمیکنید. های شما لیلی و مجنون. خانم زهرا، درد شما چیست؟ دردی من چیست؟ یک چند روز از قفایتون دویدم، اونقدر غم خوردم نشد کو. حالا اکنون چی شده باشد که بابای و وعده داده رو فکر کرده استاده در جبا؟ خدای توبه، من آخر به شما خوبی کرده ایستادم. چون من خوبی میکنم شما با بالای سرم میبره. من به سر شما نبرم ایستادم دامولوزیا. بخششون من کودک نیستم. انیق این عوض شوی شما یگان سبب دیگر داشتگیست. یعنی چی؟ خودتون خوبتر میدانید. به خانم زهرا گوش کنید، یگان سبب دیگر ندارد. فهمیده؟ لیکن آخر شما هم بی‌پروا بوده. بخشش من یا شما؟ خانم زهرا گوش کنید، در حقیقت جنگ و جنجال چی لازم؟ من نمیفهمم. خواستگیتون شد با این بازی ساخته با شما دوام داده ایستادم. دیگر از من چی میخواهید آخر؟ دامولوزیا انیق با تو عاشق است. دامولوزیا که شما مرا دوست می‌دارید. چی؟ شخ شده مونده. حاضر وزیر پایم خودش را میپرتاید. تیار باش فروخ. حاضر با تو نشان میدیم.
چیکار میکنی تولین؟ من هم میروم آقای فروخ. من با یکم جا استراحت کنی نمیروم تولین. تو خطا فهمیدی. من تو رو ترک میکنم گفتم. در اصل من تو رو ترک میکنم فروخ. با فکرم تو این رو نفهمیدی. اینجا کار نمیکند ها؟ کار نمیکند. این اصول با کار نرفت کن؟ آخر تو باید مرا معان میکردی، در زیر پایم میافتیدی، از پشت من باید میدویدی تولین. برای چی دوام هم؟ برای چی؟ تو در اینجا بیموند، با پدرت در اینجا بیموند و شما خوشبختی های بی‌نظیر خواهانم. یا خدا یا توبه. اما آخر تو بازی رو ویران کردی صدای تولین. نه قبول نمیکنم گفتم. خواهی قبول بکن، نخواهی نکن فروخ. این رو بینا هم فریب میکند هم انگشتری رو برمیگرداند. بس است فروخ. تولین یعنی این خیل نباید میشد، باید دیگر خیل میشد تولین. چی شده آقای فروخ؟ قهرت کرد؟ غرورت عذاب داده؟ هفته ها شد که شرف و ناموسی مرا زیر پا کردی، شرم نکردی؟ این رو بین به مقابلم ایستاده، باز به من انگشتری رو بازگردانده میداده است. چیکار میکرده است نمیدانم. مایلش زنک جان، حاضر انگشتری رو در گوشتم میاندازم. انداز با کجای میاندازی انداز. حتی گیر این رو هم انداز. من میروم، میستم با تو 7-8 کرده. دومولا لطفاً جواب دهید. مرا دوست می‌دارید؟ به من عاشق هستید؟ چه علاقه دارد؟ شما از کجا برآوردید این عشق و بازی رو؟ دومولا چرا این رو پیشتر نگفتید؟ چی رو نگفتم؟ مرا دوست داشتنتان رو. چه علاقه دارد؟ اینها رو از کجا برآوردید؟ از برای خدا خانم زهرا این خیلی نکنید. قند زنید دومولا. من فکر کردم که ما نسبت همدیگر حقیقت گو میباشیم. گوش کنید خانم زهرا، نباشد من هم به شما آشکارا میگویم، شما رو دوست نمیدارم. فهمو؟ خیر، چرا آشتی کردید با من؟ آشتی شوم مشکلی، آشتی نشوم باز مشکلی. من شما رو نمیفهمم. راستش رو گویید. یا خدا جان، با من صبر اتانم. از آنی که صبر میکنید قایل شوید. چرا قایل شوم؟ گفتم که دوست نمیدارم. باور دارید که دوست نمیدارید؟ چرا شما رو دوست دارم؟ دیگر کار ندارم که شما رو دوست دارم. دومولا شما چی گفتن میخواید؟ مگر من دختری هستم که مرا دوست ندارید؟ من میخوام گفتنی نبودم. چی گفتن میخواستید؟ یگان کس میبراید که شما رو هم دوست دارد، مثلا انتخاب است. یعنی با من موافق نیستید؟ یعنی انیق باوری دارید ها؟ چقدری که میتوانی گپ زدن گریه گرم. تو رو دوست میدارم. عجب راست میگویید. لطفاً با من خیلی قوشهایتان رو بلند کرده با شبهه ننگرید. فهمیدم دومولا. اینقدر این کار کردید لیکن با من چنین مینماید که شما باور ندارید به گفته‌تان. بس از خانم زهرا، در حقیقت بس است. اگر دوست می‌داشتم بعد از این گپتون انسان را دوست داشتن ناممکن است. انا قایل شدید؟ یا توبه، با چی قایل شدم؟ مرا دوست می‌دارید؟ چه علاقه دارد؟ شما اینها رو از کجا میبرارید من نفهمیدم. تولین جان خاکی پاد بشم. مرا در این سرای فیلم نپرتاز. سرده مرا فروخ. هیچ کجا نمیروی. من تو به هیچ کجا رفتن نمیگذارم. فروخ سرده گفتم. اکنون با کسی میخواهی معشوقه بازی کردن میتوانی. دیگر پروایی ندارم. فهمیدی؟ تولین جان خاکی پاد میشم. میمرم درت نرد تولین جان. بشم یک طرفی. برای از اینجا گذاشتن جسدم رو باید پایمال کرده گذاری. فهمیدی؟ یک طرفی. نه نمیروی اینجا. مادر در اینجا چی گپ است؟ یگان تاتون فهمونه؟ دخترم مادرت ما رو ترک کرده ایستاده است. مادر فروخ تمام شد. اکنون بفهم این را. تمام. مادر خودش چی گپ است؟ کمی آرام شوید. شما چیکار کرده ایستاده اید؟ چقدر آرام شوم دخترم؟ چقدر آرام شوم؟ من یک طرفی دختر. تولین من تو را بسیار دوست می‌دارم. تولین جان مرا ترک مکن در سر پیریم. ترک مکن تولین. صدقه پاچم تولین مرا ترک نکن تولین. اما موضوع محبت مهم است دومولا. حساس بودنتان لازم است. از همین سبب شما رو سخت گرفته ایستادم. گوش کنید خانم زهرا، هیچ سخت گرفتنتان لازم نیست. آشکارا و فهما میگویم شما رو دوست نمیدارم. فهما؟ مالش اگر دوست ندارید مشکلی نیست آخر. اگر دوست دارید مهم است. چون که پس کارهای بس میشود. خانم زهرا، در حقیقت با فکر من بحث مناظره لازم نیست. از دو سر وقت ندارم، باید با نماز روم. انگشترین در دستم، انشالله اکنون یکم مشکلی نیست. تولین جان مرا ترک مکن تولین جان. من به تو میمیرم تولین.
التجا میکنم صدقه پاک بعد از این قدر سن و سال به من خیانت کردی فرود. های باد بر تو، خدا جزایت را دهد. تولین جان جانت میشم مکنی پدر یک کار کنید مادرم نروم. خدا چی گپ در اینجا چی شده ایستاده است؟ چی گپ است ها؟ این رو از پسرک عزیزتان پرسید آقای اکرم. فرخ مادر التماس پدرم این خیل کار نمیکند. التماس مادر جان نروید خواهش میکنم. بعد از این سن و سال انگشتری رو به دست من دادی کو فرخ. خدا تو را زند. های باد بر تو، شرم دار شرم. ای برابری قدی خدا دختر داری. تولین جان التجا شرمنده سرده گفتم. جان خواهش میکنم خدا تو در دستم پس نکن. پیش از انگشتری رو به دستم دادن باید فکر میکردی. احمق بفهم. فرخ تو انگشتری نترا برآوردی پسرم؟ برآوردم باز انداختم پدر جان. پدر جان مادرم رفته عبدالله امک جان میریز چی گپ شد؟ با خیر است. داملا رود سفید قطی اصولات یکم اصولات بکر نامد. بین بسرم چی اومد؟ خیلی اصول. داملا آخر شما انگشترین رو برآوردید کو. ای من در کجای خطا کردم. فرخ پسرم تو آن انگشترین را 25 سال پیش باید می برآوردی. حالا بسیار دیر شد. بابا دخترم تو غمگین نشو. اینها مانند نوخانه‌دارها جدا نمیشن آخر. رفته مادرت را جیغ زن این کارا دراز نکند زود. آقا معلوم من به نماز دیر میمونم. اجازت میخواهم. روزهای خوش. روزی خوش خدا قبول گرداند. رود سیاه این دوملو نمیهوید اکا اجری بیا اکنون به محله روید. نمیشود سعید جان با دوملو عیب میشود. اگر جوابی سوالم را نگرفته روم او میرنجد. انا استادم اومد. دوملو از انتظاری در اینجا هیکل شدیم. یا توبه. حالا هم همینجا شما نرفته؟ استاد یک سوال داشتم. باز سنجو؟ نه استاد اون رو وقتی که سنجو پرورش کنم بعد میپرسم. انیق میپرسی؟ بله استاد. باز چی میپرسی هجری؟ استاد وقتی در اینجا انتظار شدم به سرم یک سوال اومد. اوه هجری کاش که انتظار نمیشدی. استاد اگر گپتان تمام شده باشد سوالم رو پرسم. تمام شد هجری تمام شد. همه کارهایم تمام شد اما سوالهای تو هیچ تمام نمیشون. یا رفتن در راه میپرسی؟ استاد باز میدویم؟ نه. درا سردارم مونده نباشید. با شما قهوه آوردم. نوشی جان. رحمت لبنت سوختم لبنت. سردارم میگویم نگویم اما میگویم. در اصل قلب شما سوخته ایستاده است. ینگل دیدی که چه رفتار کرد. من 100 بار با شما گفته بودم که همراه کمیسر سرویناز به عملیات نروید. با کی به عملیات رفتنم رو از تو میپرسم لبنت؟ درا سمی؟ تو در اینجا چی میکنی؟ خوش آمدی. چه سورپریز خوبی شد. از اینجا گذشته ایستاده بودم گفتم یک خبر گیرم. خوب کردی خوش آمدی. مرحمت بشین. رحمت خیر چیکار کردی؟ زوگ سیاه رو دستگیر کردی؟ نفهمیدم. من اومده ایستاده بودم در یک کنج دو آدم گپ زده ایستاده بودن. یک توش گفت که زوگ سیاه رو دستگیر کردن، دیگرش گفت که نه ساخته‌اش رو دستگیر کردن. من هم گفتم یک پرسم. تو مگر گپ‌های ما رو به همه پهن میکنی؟ این گپ‌ها از کجا برآمدن؟ مگر این خیلی میشد سردار ما رو میرنجونید. حالا ما رو نمیشناسید. من سر میدیم و سیر نمیدیم. سیری میگفتگی من پنیر خوردنی نیست. من هیچ چیز رو نفهمیدم. نه سمی تو بیگانه نیستی. با ما درباره‌اش یک معلومات آمده بود. ما برای دستگیر کردن زوغ سیاه رفتیم اما زوغ ساخته رو دستگیر کردیم. آخه سردارم راستش رو نقل کنید. در اصل او با ما حیله کرد. با یک نفر نقاب سیاه رو پوشانده گفته است که تو زوغ سیاه میشه و او هم راضی شده است. زوغ سیاه ما رو فریب کرد. حتی از روی این سردارم بوینگه حل جنگ کرده جدا شد. اینه لبن خاموش شو. لبن مرا دیوانه نکن. لبن
بخشش زیاده که من میدونستم این سوال رو نمیپرسیدم. نه سمی این همه خیلی سفسده گفتم استاد. همین خیلی نه سردارم من خفه نشدم. در این حال سردارم کمی عصبی میباشد. با ینگه اهل جنگ کردن. ینگه اهل باشد به خانه بابایش رفت. حالا من باشد با سردارم زندگی دارم. خاموش شو لمن. خاموش شو لمن. من خواستم رو فهمیدم. من میدونستم که زاغ سیاه تو هستی داملا. حالا باشد تو رو از نقابت بیرون میکنم. البته نقاب با خانهش در آمدن خوب را یابم همش رو اثبات کردم میتوانم. با اجازت شما. ایشی یک چای نوشیم تو چای ننوشی جواب نمیدیم. ظفر پسرم یک چای بیار. نه در کار نیست. بعدتر می نوشیم اکا کمی کار دارم. من شما رو بسیار غم دادم. خیر سمی دادرم یک روز چرخ زده خانمون بیار. نصیب خیر تو بازی. بسیار بچه شوخ قیزیق بوده است. با خانه گفته چرا در نظر داشتی؟ چی؟ با خانه سردارم. ما از کی بعد خانه داریم؟ سردارم مهمونی می آید. آخر رفیقتون است. با او عملیت میکنی ها؟ حیف بر تو با لیونت. حیف باد. اراف. من باید فهمم که دامبولو مرا دوست می‌دارد یا اینکه نیسلین. دوست می‌دارد لیکن دوست نمی‌دارم میگوید. خب اما چه فهمیم که تو رو دوست می‌دارد؟ در پیشونیش نوشته نشده است کو؟ بله در پیشونیش نوشته نشده است سلین جان. اما در اینجا نوشته شده است. این چیست؟ درباره ای 20 نمودی فهمیدن دوست می‌دارد یا اینکه نمی‌دارد. زورو جان من هیچ نفهمیدم. یگان جای نفهمی ندارد عزیزم. در این کتاب بعضی تجربه ها موجود است. این رو در دامولوزیا سنجش میگذارانیم. میبینیم ماده یک مرد هنگامی در تنگ گرفتار شدنتون اگر به شما کمک کنه شما رو دوست می‌دارد. اگر تو خواهی به آفیس رفت من باشم دامولوزیا رو یک سنجش میگذارانم. چلک باشه چلک، سله باشه سله. این دفعه برای به جماعت روبرو شدنم و من هیچ کس مانع شده نمیتواند. با جماعت عزیزم ما میخورم انشالله. شوکت باز همان عزمی بلود. لباساش بین داملا را. وای باز آنها خدایا. پلیس گریز. پلیس دستگیر کنید. دامولو چی شد؟ دستگیر کنید آنها را. گریختن. کی گریخت دامولو؟ با کجا گریخت؟ دامولوی ساخته را دستگیر کنید. گریختند. زود باشد آنها را دستگیر کنید. گریز شوکت لیکن دیوانه تیار دنیا آمده مرا یا این طرف بریم استید نگریزید. با کجا میگریزید؟ با کجا؟ انا این هایند محترم پلیس دستگیرشون کنید. انا این هایند. نه آقای پلیس ما از هیچ کس نگریخته ایم. ما آخر آدمانی هستیم که از قفای زندگی خودمان هستیم. لیکن برای به مسجد در آمدن دامولو مانع میشده اید؟ کی من؟ نه رفیق کماندیر نخود ما همه خیلی انسان ها باشیم. اگر راه محکم باشد برای دامولا ما 100 راه دیگر رو با کشاده میکنیم. نمیخواهم برادر. راه کشادنتان را نمیخواهم. تنها در نزد من نگردید. دروغ گفته ایستاده است. این مرد قدراز که ریش سیاه دارد ساخته کار است. با سلا و جلکش در بین مردم محله میگردد. دامولایی ساخته است. ساخته. آقای پلیس این خیلی نکنید. نظام و ترتیب گفتنی گپ هست. با جیلک و سلا من گشته ایستادم یا اینکه دامولا بخشش در اصل این کس بیمار است. دامولا او راست میگوید. مگر همین خیلی میشود که دامولا در کوچه به سلا و جلک سیرگشت کند. این ساخته کار است. آقای پلیس آن چیز که عیان است حاجت به حاجت خانه نیست. خودتان قرارتان را برارید. اینها ساخته کارند. دستگیرشان کنید. محترم پلیس خواهش میکنم. ساخته کار؟ آخر این خیلی نمیشود. آقای پلیس او مرا تهمت کرده ایستاده است. دامولو او گپی حق را میگوید. اما محترم پلیس دامولو من از روی احترام به شما باور کردم. وقتی این مردها را هم گرفتم عذر میخواهم. استغفرالله آقای پلیس استغفرالله. با شما برای کار. اما از چید رفتنم مانع نمیشوید. با جماعت واخوری میکنم. برادران مؤمن مرا انتظارند. یا خدا تو با این چه خیلی آدم است. دامولا مسجد در این طرف نیست با این طرف روید. تو دخالت نکن. من به کجای خواهم بروم. از پیشم برای دست است. برادر غم نخور ما را بلا بپسش. شوکت چه خیلی دهان بد داشته ای. ایمون بازنی نفتاد. در بالای بیتون قلتیدگه به فکرم علیق بود.
شوکت چیکار کردنت رو میدونی؟ البته میدونم برادر. باز با بیمارخانه دورش گرفتی. بزرگ نفتونی کلاس بگو من میرم بیا بیمارخانه نیو برام در مسرکه پرتون. مایلس رو برادران گرامی، موضوع امروزمون رو با یک حدیث پیغمبرمون آغاز کردنی هستم. تا وقتی که چیزی برای خود میخواهید برای برادر مسلمانتان نخواهید مؤمن حقیقی نمیشوید. مسلمان شخصی است که از دست و زبان او مردمان امین هستند. چیزی که برای خودت نمیخواهی تو هم این رو برای دیگر کس نکن. فهمیدید جماعت؟ این در حقیقت یک مسئله بسیار هم پر اهمیت می باشد. اگر انسان ها با این اهمیت دیند در حقیقت جنگ و جدال نمانده همه در صلح و آرامی زندگی کرده عمر به سر میبرند. تو هم فهمیدی نمک؟ کم ترک. یعنی من قسماً فهمیدم. وای قسماً نه تو رفم احمق. گویا که دیگر مسجد نیست، هر جمعه در این جایه. اگر ناراحت شده ایستاده باشی با دیگر مسجد رو برادر. من چرا با دیگر مسجد روم؟ یا خدا توبه. ایرج این میلیونره. من 5 وقت نمازم را در این مسجد میگذارم. مانند شما از این جمعه به آن جمعه نمیآیم. پس ما چیکار کنیم برادر؟ اگر 5 وقت در اینجا باشی ما چیکار کنیم؟ ما هم از دیگر محله تنها به خاطر داملازیا گفته به اینجا میاییم. جماعت بخشش لطفاً در بین یک دیگر گپ نزنید. داملا این برادر چنان گپ میزند که گویا مسجد تنها برای او باشد. با من نگر در برآمد مسجد برای انتظار شو. با تو گپ میزنم فهمیدی؟ آقای کنعان ما در اینجا چی گفته ایستادیم؟ کارهایی کرده شما را بینیده؟ مگر این خیلی کار درست است؟ کمی پیش در حدیثی خوندم چی گفته شده بود؟ لطفاً گوش کنید، آخر با گوش قلب گوش کنید. چیزی که به خودت میخواهی برای برادر دیگر هم بخواه. این خیلی نمیشود آقای کنعان. آخر داملا یعنی من حالا چیزی که برای خودم میخواهم برای این برادر چی خیل خواهم؟ آخر و این هیچ ارزنده هم نیست. یا خدایا هم خواسته های ما وزنین است داملا. این برادر تا باور نیست. هم چیزی که این برادر میخواهد من برای خودم هیچ نمیخوام. اگر بجایی که حیات این را زندگی کنم رفته خودم را از بالای کپرک به دریا میپرتایم این 100 بار بهتر است. شما مسئله رو خطا فهمیدید آقای کنعان. ما در اینجا برای طرز زندگی گپ زده ایستاده‌ایم. این خیلی مثال آورم. شما حالا برای خودتان خوبی و آرامی میخواهید نه؟ بله. آخر این خواستهتان رو برای برادر دیگرتان هم خواهید؟ آن وقت میشود برای خودتان حالا یگان بدی رو میخواهید؟ چرا خواهم؟ البته که نمیخواهم دامنا. انا پس این رو برای برادر دیگرت هم نمیخواهید؟ یعنی از قفایش گپ نمیزنید، تهمت نمیکنید، یعنی در حقیقت نسبت او درست کار میشوید. اکنون فهمیدید؟ داملا دستتان درد را نبیند. به خدا بسیار خوب فهمیدم. انشالله که بعضی ها هم خوب فهمیدن داملا. اگر در کار باشد باز در بیرون میفهمونیم. های احمق داملازیا را گوش نکردی ها؟ نفرت آور هم باشد بیفهم هم باشد اکنون ضرری نمیرسونیم. دین ما خوبی همه رو میخواهد محترم جماعت. نسبت همسایه ها خوب رفتار کردنمون لازم است. چنانه که پیغمبر گرامی ما فرمودند شخص سیری که همسایه‌اش گرسنه خواب میرود از ما نیست. استاد ما از کجا میدونیم که کدام همسایه همون گرسنه است؟ هجری گرسنه بودن و نبودن کدام همسایه همون رو ندونیم زندگی نکنیم خوبتر است. داملا شکمی من گرسنه است اما چند روز شده است که تو با ما شیرینی نمیخری. گوش کن پسرم، از مسجد برای رفته با تو شیرینی میخرم مگر اگه مشکلی داره؟ آفرین. های کودک اکالان در مسجد روزنده. بله محترم جماعت، موضوع امروز همون رو در اینجا با آخر میرسونیم. جمعه با همه مبارک شود. شیرینی خواستم را گفتی باز فراموش نکنی. مایلا شیرینی خواستت رو بخور، ما رو راحت گذار. باز در مسجد گپ نزن پسرم. همه گپ میزنند و نوبت و ما باید مشکلی میشود. خاموش شو. بخشش. مرحمت. سلام دامولو، خوب هستید؟ احوالتون خوب است؟
لابه دامولازیو با شما واخوردن میخواهم، بسیار مهم است. مایلش وا میخوریم. شما را در رز ساحل انتظارم، لطفا بیایید. مایلش میآیم. چی شد؟ سب سفر چی دامولا؟ عروست زنگ زد. وای گپای بیهوده نزن. کارم برآمد. زود باید روم. لیکن شیرینی گفتی. رو شیرینی خواستت رو بخور، من پرداخت میکنم. مایلش رحمت به تو براری کار. یا توبه، چرا زهره من رو دیدن خواست؟ عجبا از دامولای ساخته بودنم شبهه داره. خانم زهره؟ سلام دامولا. سلام، بخیر است؟ یگون واقع شد؟ نه، همین خیلی صحبت کردن خواستم، باید یگون واقع میشد. نه، من این خیلی زود جیغ زده فکر کردم یگون واقع شد. شما رو هر چیز زودتر دیدن خواستم، همین است. خیر بیایید در راه گپ میزنیم. خوب است خانم؟ ماده یک، اگر شما به یگان واقع گرفتار شوید و مرد از همه پیش به شما کمک کند، معلوم می شود که او شما رو دوست می دارد. خدای توبه، با کجا روز کردنتون رو نفهمیدم. برای دوست می دارید. یا توبه، باز سر کردید. از برای خدا این خیلی نکنید. شما خوب هستید؟ خوبم دامولا، بسیار خوبم. شما مرا دوست می دارید. اگر دوست نمی داشتید وقتی پایم قطع شدن از دستم نمی گرفتید. خانم زهره، نگذاشتم به زمین افتاده زخمی نشدید. انا عمیق شد. شما نمیخواید که به من ضرر رسد. شما مگر دیوانه شدید خانم؟ یعنی کسی که یک کسی دیگر را دوست ندارد وقتی افتیدنش کمک نکند. دامولا، دیگر این کار نکنید. همش آشکار شد. خیر مایلش. با خدا که شما من را دوست می‌دارید خانم. چی خیلی گپ زده ایستاده؟ چی علاقه دارد؟ هجرت نکنید. مانند تورتانک با من چسبیدید. شما با من عاشق هستید. دامولا، این چی علاقه دارد؟ چرا شما مرا تورتانک میگید؟ من تنها برای نافتیدن از شما داشتم. انا دیدید من هم کمی پیش برای نافتیدن شما را داشتم، اما از روی منطق شما ما باید یکدیگرمون را دوست داریم. این خیلی نیست دامولا. چه خیلی نیست؟ با خدا که شما از فرصت استفاده برده ایستادید. خفه نشوید. نه، من این خیلی نکرده ایستادم. مرحمت. خانم حالی رو دیدن آمدم. البته دروی. تو با کدام رو به اینجا آمدی؟ حالی الکی رویت را دیدن نمیخواهد. من هم. آقای اکرم، اجازت دهید با حالی بخورم. حالی همسری من است. همسرت بود، اکنون نیست. دیگر به او نزدیک شدنت را نمیخواهم. نمیگذارم که او غمگین شود. تو هم غمگین میشوی. حالا باشد بیرو. فرخ؟ لبه. سلام اونال سلام. اکا بخیر است؟ ایش بخیر نیست. تولین مرا طلاق کرد. تو چی میگوی اکا؟ خدا مرا زند که همین خیل شد. آخر گفته بودی که همش خوب شده ایستاده است. اول خوب بود. آخر انگشترینم رو برآوردم کو. انگشترین رو برآوردی؟ برای از قفایم دعوت گفته انگشترینم رو برآوردم، اما همش برعکس حال شد. من چیکار کنم اونال جان؟ اکا از من میپرسی؟ حالی مرا ترک کرد. آقای اکرم به خانه راه نمیدهد. از من میپرسی؟ اونال جان. اکا. اونال جان، من نو به قدری تو رسیدم. تو چه خیلی طاقت میکردی ها؟ دردی تو را نفهمیدم اونال. موزن کلون هستیم ها اونال. بله اکا. تو یک زن کلونی اونال. تو هم اکا. من هم.
برا خونتون احتیاط خطاونا جون. اکی فاروق بگو یک جا شنه میشود. در علاقه مایل شکر. همه به بیرون بر اومده است. بله آدمانشون آفتاب رو دیدن چیکار کنن؟ ما دیدیم هنگامی با تو گپ زدنش اگر به دختران اطراف اعتبار ندهد معلوم می شود که تو را دوست می دارد. با چشماتون چیزی در آمد؟ چرا اشاره داره؟ نگاه نمی کندی؟ چرا نگاه نمیکنم؟ دومولا دختران بسیار زیبا گذشته ایستاده نمی بینید؟ ها خدا خوشبختشون گردانه چیکار کنم؟ یعنی همین قدر؟ البته که همین قدر چقدر میشود؟ دومولا اینقدر دختران زیبا گذشته ایستادن چرا بوری هم نگاه نمی کنید؟ باید نگاه کنم. اگر در دلتان یگان کس باشد نگاه نمی کنید. چی؟ دومولا این کار نکنید شما مرا دوست می دارید. توبه های خانم زهرا شما چی ها گفته ایستاده اید؟ من مگر بیناموسم که دختران از راه گذشته رو نگاه کنم؟ دومولا من به شما اثبات میکنم دختران زیبا گذشته ایستادند هیچ به اونها اهمیت نداده ایستادید. با خدا که من هیچ نفهمیدم شما رو چه خیلی قانع کردنم رو ندانستم. دومولا بجای شما کسی دیگر می بود به این دخترها نگاه میکرد. شما آخر مرا دوست میدارید. انا نگاه دارم کدامش رو نشون دید؟ اگر خواهید نگاه کردم بسنده نباشد رفته گپ زنم. انا همین خیلی کنه میشود. با کدامش گپ زنم که نگویید؟ انا اون دختر گلابی پوش بسیار زیبا نموده ایستاده است میشود؟ اگر شما قانع شوید حالا میبینیم. سلام. سلام. خاطر نشوید ناراحتتان نکردم. نه رحمت. اگر خطا نفهمید پای افضلتان را پرسیدنی بودم. آخر من هم عیناً از همین ها برای محبوبم گرفتنی بودم. در یگان مغازه نیافتم. شما از کجا گرفتید؟ از اینترنت فرمایش دادید؟ فرمایش دادم به میدهم و حالا از اینترنت فرمایش دهم نمیشود. گویید از کجا گرفتید؟ بله راست میگوید من از لندن گرفتم. از لندن. خیلی چیکار کنیم؟ یعنی برای سیاحت لندن یک بهانه شد. برای با محبوبتان پیافزل گرفتن با خودی لندن میروید یعنی؟ بسیار عجایب. با خدا چیکار کنم؟ مشکلیه برام. محبوبتان بسیار خوشحاله بوده است. در این زمان مانند شما مگر آدمانی عاشق یافت میشده باشد؟ استغفرالله. دومولو رو بینید در 2 دقیقه با دختر شناس شد. باز باری بسای دومولوگیش. خیلی چیکار کنم؟ یعنی همین خیل. در اینجا چی گپ است؟ ای باز از پشت من یگان شپاتی آبدار نخورد. دومولو از من پرسیدند که پای افضلم را از کجا خریدم. دومولو تو دیگر کار نداری ها؟ عزیزم تو چه خیلی گپ زده ایستاده ای؟ برای محبوبش میگرفت است. تنها آمده همین را پرسید از من دیگر یگان چیز نه. چه خیلی این دختر زیبا با این جوان. چی گفتی دومولو؟ نه برادرم چیزی نگفتم. از پشت کارتان شوید. سرم را ویران نکن. این چه خیلی دومولو هستن؟ مایلش عزیزم تو آروم شو. رفتیم جونم. شد؟ کانتر دیگر بود که از پشت شما شطه میخوردیم. دومولو خفه نشوید. من نمیدانستم که محبوبش در اینجاست وگرنه شما را نمیفرستاندم. خیر اکنون نوبت چیست؟ چیکار کردنم رو میخواهید؟ با کی سر و کار گیرم؟ با کی گپ زنم؟ هیچ گپ نه دومولو بیاید از اینجا میرویم. درد دختر دیگر چیزه. سرش رو با دوست داشتن و نداشتن من آمیخته کرده است. دومولوی ساخته بودن من رو دیگر کس نمیدونه. مرحمت.
مادر دیگر این خیل کارهایتان را نکنید. شما چی کار کرده ایستادید؟ این رو با منی با پدرت که انگشتری رو برآورد با او رفته گپ میزنی. میلیس انیق مرا فریب میکنم. مادر جان انگشترین برآوردن پدرم را از کجا برآوردید؟ یکی شوخی کرده است یا که یک نافهمی است؟ ای مایلش میلیس مایلش تو پدرت رو محافظت بکن. مادر جان بیاید شما رو بوسم. من چرا پدرم رو پشتیبانی کنم؟ تنها برای در این حالت بودن شما غمگین هستم. بیهوده خودتان را غمگین نکنید. چرا غمگین شوم عزیزم؟ من غم نمیخورم، غمگین میکنم. اوف مادر معلوم که عصبهای شما مانده شدن. دارو بیارم؟ نه میلیس نمیخواهم. خیر نباشد کمی دراز کشیده خوب روید میلش. آخر نه یعنی مرا انیق فریب کرده ایستاده است. انیق فریب کرده ایستاده است. من این رو اثبات میکنم. انگشترین رو برآوردن چیست به تو نشان میدهم فرخ. من در رو کشودم ها؟ مانند اونه که در فیلم ها میشوند. این جسارتی من رو بینیده به خونه دومولو در آمدم. این افلاسی رو بینا باز بگویم که تازگی از ایمان است. نقاب کجا باشه؟ جوراب بوده است. نقاب همون باشد. جوراب بوده است. این قدر بوی باد. این نقاب زاغ سیاه در کجا باشد؟ دامالازیا من تو رو معاف کردم. وای 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 اینها رو بینا. همش برند های خارجی. قسم میخورم که داملا شدن لازم است. با فکرم معاش خوب دارند. داملازی ها تو چه حیله داری و اما آن نقاب زاغ سیاه رو اگر یابم کو آن میبینی بد چی میشود. من اما نقاب برادر. شرکت چیکار کردی؟ آرام کننده ژیلوتکه خریدم برادر. خوب کردی. در خونه چیز نبود. چی گرفتی؟ پدری خدا که خریدم یا تا دیگه جرغات. پول من قدر رسید برادر. چی شد؟ پول ها صرف شدن؟ هم قدرشم کیله است. شرکت خیر دیگر چیکار کنیم؟ بسندگی میکنه. رود سفیده که برادر آدمی اسمس نوشتگی را یافتی؟ نه انیق زهرا نیست، اما که بودنش رو کفته میابیم آخر. رفتیم. پات هم قضاره کردم یک خدا که دیگه قرصه نداده. کجا باشه؟ برادر میگوی کسی که هست از درون همون خونه بابای اکرم هستن. آدم بیگانه شدن نمیتواند. بله برادر شدن نمیتواند، چنانه که همه چیز رو میدونم. انیق از داخل قصر کسی هست. راست میگوی برادر. خیر اکنون زهرا چی میشود؟ چی میشد؟ آخر با ازدواج ساخته دوام میدیم. چی؟ ازدواج ساخته؟ گبزنه خوتیک. من خوتیک؟ او یک شوکتی نازنین با شما را خوتیک ها؟